برای مدیریت کالاها و انبارداری نرم افزار حسابداری هلو شما وارد منوی محصولات میشید. اگر برای اولین بار وارد این قسمت بشید، چون ما هنوز لیست محصولات رو از نرم افزار حسابداری دریافت نکردیم، این لیست کاملا خالیه. من برای دریافت لیست کامل محصولات گزینه دریافت و بروزرسانی لیست رو کلیک میکنم و روی گزینه اوکی میزنم. چند لحظه صبر میکنیم تا لیست کامل محصولات از نرم افزار حسابداری برای ما دریافت بشه و توی این لیست بشینه. همونطور که ملاحظه میکنید افزونه ما شروع میکنه به دریافت لیست کامل محصولات از نرم افزار حسابداری بر اساس گروه‌های اصلی و گروه‌های فرعی. بعد از پایان مراحل بروزرسانی محصولات از نرم افزار، لیست کامل محصولات برای شما در اینجا به نمایش در میاد که اطلاعات ریز هر محصول، قیمت خرید، قیمت اصلی، گروه اصلی، گروه فرعی و تعداد موجودی کالای اون و همچنین کد محصول به نمایش در میاد. همچنین اگر اطلاعات جزئی تری از محصولات نیاز دارید، فقط کافیه روی نمایش اطلاعات کلیک بکنید تا لیست کامل اون اطلاعات برای شما به نمایش در بیاد. همونطور که میدونید ما چندین مدل قیمت میتونیم در نرم افزار حسابداری هلو تعیین بکنیم که ما به صورت پیشفرض قیمت اول رو، قیمت اصلی و قیمت دوم رو به عنوان قیمت فوق‌العاده محصول برای فروش ویژه تعیین خواهیم کرد. در این قسمت شما امکان جستجو دارید که میتونید بر اساس شناسه کالاها و همچنین موارد دیگه یک سرچی رو انجام بدید داخل لیست محصولات. همچنین امکان سورت کردن یا مرتب سازی بر اساس موجودی کالاها رو خواهید داشت که مثلا کالاهایی که موجودیشون صفر هست رو اینجا میتونید چک بکنید، یا کالاهایی که قیمت خریدشون یا قیمت اصلیشون کمتر بیشتر از اون مقداری هست که شما مد نظر قرار میدید. در قسمت لیست محصولات گزینه وجود داره به نام ایجاد محصول. زمانی که این گزینه رو شما مشاهده میکنید به معنی این هست که این محصول هنوز در فروشگاه ووکامرس شما ایجاد نشده. من اگر لیست محصولاتم رو در فروشگاه ووکامرس مشاهده بکنم میبینم که هیچ محصولی در اون وجود نداره. اگر من میخوام این محصول رو در فروشگاه خودم ایجاد بکنم همراه با تمامی این جزئیات و عکسی که در نرم افزار حسابداری برای اون ایجاد کردم، کافیه روی گزینه ایجاد محصول کلیک بکنم. روی گزینه ایجاد محصول میزنیم. خب همونطور که میبینید به من پیام داد محصول با موفقیت در وردپرس ایجاد شده. اگر من وارد لیست محصولاتم بشم و یک بار گزینه بروزرسانی رو بزنم، میبینم که این محصول برای من ایجاد شده و در حالت پیشنویس قرار گرفته تا من محصول رو در حالت پابلیش قرار بدم. مبنای تشخیص یکی بودن محصولات شناسه محصول هست. یعنی من اگر شناسه محصولم رو بین نرم افزار حسابداری و سیستم ووکامرس یکی قرار بدم، سیستم به صورت خودکار این رو تشخیص میده. من الان وارد قسمت لیست محصولات میشم و شناسه محصول رو جستجو میکنم و شما میبینید که دقیقاً تعداد موجودی و قیمت خرید رو برای من اینجا قرار داده. همچنین شناسه محصول در سیستم وردپرس رو هم برای من اینجا تعیین کرده که من اینجا به عنوان مثال شناسه وردپرس من 1406 هست که من اگر روی این کلیک بکنم وارد صفحه ویرایش اون محصول میشم در وبسایت خودم. برای ایجاد یک محصول در نرم افزار حسابداری از منوی محصولات گزینه افزودن رو کلیک میکنید. از شما اینجا اطلاعاتی میخواد که برای وارد شدن این محصول در نرم افزار حسابداری مورد نیاز هست. در ابتدا شما نام محصولتون رو وارد میکنید. در قسمت بعدی شناسه کالا که باید یک عددی باشه، شناسه کالا رو اینجا وارد خواهید کرد. در قسمت بعدی از لیست گروه‌های اصلی و گروه‌های فرعی که در نرم افزار حسابداری شما هست، شما حتما میبایست این محصول رو زیر مجموعه یکی از گروه‌های فرعیتون قرار بدید.
همچنین قیمت فروش رو میتونید اینجا اعمال بکنید بر اساس واحدی که برای نرم افزار حسابداری شما وجود داره. قیمت فروش فوق العاده، تعداد موجودی کالا در اینجا تعیین میشه که به عنوان مثال چند تا موجودی دارید. قیمت خرید رو اگر برای سیستم حسابداری نیاز دارید اینجا قیمت خرید رو ایجاد خواهید کرد و همچنین آپشن هایی برای محصولاتی که به صورت بسته‌بندی یا کارتونی هست میتونید تعداد محصول در کارتون یا بسته رو اینجا مشخص بکنید. علاوه بر این شما اگر میخوای همزمان این محصول در سیستم ووکامرس شما هم ایجاد بشه میتونید گزینه ایجاد محصول در ووکامرس رو روی گزینه آری بذارید و بعد از اینکه اینجا گزینه آری گذاشتید از شما عنوان محصول و همچنین نوع نوشته رو برای محصول نیاز داره. همونطور که میدونید ما در افزونه حسابداری هلو گزینه‌ای داریم برای بروزرسانی اتوماتیک محصولات، بدین صورت که شما میتونید تعیین بکنید که هر چند وقت یک بار محصولات خودش اتوماتیک از نرم افزار بروزرسانی بشه. علاوه بر این شما میتونید به صورت دستی و به صورت آنی هر محصولی رو که نیاز داشته باشید در همون لحظه بروز بکنید. برای این کار وارد لیست محصولات میشید، اون محصولی که نیاز به بروز رسانی دارید رو انتخاب میکنید و روی گزینه بروز رسانی از هلو کلیک میکنید. به محض اینکه این گزینه رو بزنید محصول در همون لحظه از نرم افزار حسابداری هلو اطلاعاتش دریافت میشه، شامل قیمت، موجودی و هر اطلاعات دیگه‌ای باشه و در سیستم ووکامرس ما آپدیت انجام خواهد شد. من چند لحظه صبر میکنم و به من پیغام میده که محصول با موفقیت از نرم افزار حسابداری بروز شد. دقت بکنید که مبنای تشخیص یکی بودن کالاها بین ووکامرس و نرم افزار حسابداری شناسه محصول هست. پس اگر شما شناسه محصولات بین این دو رو یکی قرار بدید همیشه اطلاعات به صورت کاملا مشخص بروز رسانی میشه. به عنوان مثال من شناسه محصولی دارم به نام 4503، میام وارد لیست محصولات هم میشم و شناسه محصول 4503 رو اینجا سرچ میکنم. همونطور که میبینید به من میگه که این محصول در وردپرس ایجاد شده و کد محصولش هم این هست. اگر محصولات دیگه من رو نگاه بکنید هنوز برای اونها گزینه ایجاد محصول وجود داره. این گزینه به این معنیه که شما هنوز این محصولات رو در سیستم ووکامرس خودتون ثبت نکردید. یکی از گزینه‌هایی که مورد نیاز بسیار از فروشگاه هست این هست که یک سری از کالاها رو ما نیاز داریم که بروز رسانی از طریق نرم افزار انجام نشه. به عنوان مثال ما الان 79 تا محصول در نرم افزار حسابداری داریم ولی میخوام از بین این 79 تا چند تا از محصولات ما عملیات بروز رسانی در اون انجام نشه و ما قیمت‌های دلخواهی که خودمون میخواد رو در وبسایت قرار بدیم. برای این کار گزینه بروزرسانی خودکار در اینجا وجود داره که الان اگه دقت بکنید برای این محصولات گزینه آری هست، یعنی این محصولات در بروزرسانی خودکار خودشون قیمت‌ها و موجودی هاشون تغییر میکنن. اگر شما میخواید یک محصول رو جدا بکنید از این بروزرسانی کافیه اون رو تغییر وضعیت بدید. به عنوان مثال من محصولی با کد 17602 رو نمیخوام در بروزرسانی‌های بعدی قیمت و موجودیش تغییر بکنه. پس روی گزینه تغییر وضعیت کلیک میکنم تا اون رو تغییر وضعیت بدم. اگر الان دقت بکنید بروزرسانی خودکار اون روی گزینه خیر قرار داره، بدین معنی که این محصول در بروزرسانی اتوماتیک آینده موجودیش و قیمتش به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد. یک زمانی هست که ما یک سری محصولات در فروشگاه ووکامرس خودمون داریم و میخوایم بعد از خرید نرم افزار حسابداری به صورت کامل اون محصولات رو از ووکامرس در نرم افزار ایجاد بکنیم و دیگه دوباره کاری نشه. برای این کار ما گزینه ایجاد محصول رو داریم در نرم افزار حسابداری که به راحتی این کار رو برای ما انجام میده. فرض بکنید من یک محصول جدیدی رو در ووکامرس خودم ایجاد میکنم، مثلا نام محصول من. برای اون یک قیمتی رو تعیین میکنم و همچنین یک شناسه کالایی رو برای اون تعیین میکنم.
موجودی انبار اون هم قرار میدم C در دسته‌بندی مثلا بازی‌های رومیزی. خب من این محصول رو انتشار میدم. این محصول در فروشگاه ووکامرس من الان ایجاد شد، ولی من این محصول رو در نرم افزار حسابداری خودم ندارم. در قسمت همه محصولات، برای اون محصولاتی که شناسه اونها در نرم افزار حسابداری موجود هست، من گزینه بروزرسانی از هلو رو مشاهده میکنم. این به این معنی هست که این محصول با این شناسه در نرم افزار حسابداری هلو وجود داره. اما برای محصولاتی که در نرم افزار وجود ندارن و فقط در سیستم ووکامرس من هستن، گزینه ایجاد محصول در هلو رو مشاهده میکنم. یعنی اگر شما نیاز دارید که این محصول سریعا در نرم افزار حسابداری هلو ایجاد بشه، فقط کافی روی گزینه ایجاد محصول در هلو کلیک بکنید تا اون محصول هم در لیست محصولات شما یا کالاهای شما در نرم افزار حسابداری قرار بگیره. همچنین اینجا گزینه‌ای می‌بینید به نام بروزرسانی هلو که در اون تاریخ آخرین بروزرسانی که انجام شده از طریق نرم افزار در اینجا قابل مشاهده برای شما هست.